سلام، وقت بخیر. امیدوارم که خوب باشید. دانا حسینی هستم، مدرس زبان آلمانی. در قالب یوتیوب هستم خدمتتون با یک ویدیویی که در واقع یک کلمه آلمانی رو میخوام از نظر گرامری، معنی و جمله سازی براتون بررسی کنم که بسیار پرکاربرده. شروع کنیم. کلمه‌ای که میخوام آموزش بدم کلمه انشتت. حالا از نظر تلفظی چیزی هم که درسته که تلفظ بشه انشتت. این تلفظ این کلمه که معنی بجای، در عوضه. این کلمه رو ما میتونیم هم در قالب یک حرف اضافه گنتیو ساز استفاده کنیم، هم میتونیم به عنوان یک جزئی از در واقع حرف ربط استفاده کنیم تو جمله که مثالا رو براتون میزنم. ببینید، اول اینکه انشتت رو من به عنوان یک پرپوزیسیون میت گنتیو براتون توضیح میدم، یعنی حرف اضافه‌ای که در واقع با گنتیو میاد. قاعده گنتیو هم یه دوری میکنم که راحت‌تر متوجه بشید این مسئله رو. در رابطه با گنتیو باید اینو بگم. در واقع توی گرامر گنتیو ما دو تا تغییر آرتیکل داشتیم. یکی مربوط به در و دس بود که این دوتا چی میشدن در گنتیو؟ تبدیل به دس میشدن و اون اسمی که در واقع تو حالت گنتیوی اومده در آخر اس یا اس میگیره، که در واقع اگر اسم ما یک سیلاب باشه اس و اگر بیشتر از یک سیلاب باشه اس میگرفت. مثل کلمه مثلا به عنوان مثال دی فاتا که اگر گنتیوش میشه دس فاتس، چون که دو تا سیلاب فاتا پس میشه دس فاتس. یک کلمه مثلا دس کیند، بچه، که در واقع میشه دس کیندس. پس در واقع در فاتا دس فاتس یه اس میگیره چون بیشتر از یک سیلابه و دس کیند دس کیندس چون یک سیلابه اس میگیره. و تغییر دیگه ای که تو گرامر گنتیو داشتیم آرتیکل دی، هم دی که حالت فمینین یعنی حالت در واقع میتونم بگم مؤنث هست، هم دی که تو حالت پلورال حالت جمعیت، اینا در واقع تبدیل به در میشن در حالت گنتیوی و اسمشون چیزی بهش اضافه نمیشه. مثل کلمه دیشوسته، خواهر، که میشه دیشوسته. یا مثلا یک کلمه جمع بندی مثل دی التن، والدین، که خودش جمعه، تبدیل میشه به دی التن. این گرامریه که ما در واقع توی قاعده گنتیو داریم که براتون مرور کردم و این قاعده‌ای که به عنوان گنتیو هست شامل این حرف انشتت هم میشه. انشتت به عنوان یه حرف اضافه‌ای که گنتیو سازه. الان در ادامه من براتون یک مثالی میزنم توسط یک جمله‌ای که شما انشتت رو داخلش ببینید. قبل از اینکه مثال جمله‌ای هم باشه، من فقط انشتت رو میخوام با یک کلمه بیارم که این گرامر گنتیوی رو هم ببینید. مثلا کلمه مثل دی بلومه که در واقع معنی گل رو میده. دی بلومه. مسلما این کلمه که با انشتت بیاد میشه انشتت. این دی تبدیل به دی میشه. انشتت دی بلومه. انشتت دی بلومه یعنی به جای گل از این استفاده کردیم. انشتت دی بلومه. خب حالا میتونیم این در رو هم تو حالت اون بشتیم یا مجهول هم بیاریم. انشتت eine بلومه، به جای یه گل. ببین، به جای یه گل. حالا توی یک جمله من میارم که مثلا انشتت eine مجهولش کردم بلومه. انشتت eine بلومه، به جای یه گل، würde ich liebe. ببین در واقع ich würde liebe یعنی اینو بیشتر دوست دارم، تمایلم بیشتر برای اینه. ich würde liebe.
ولی حالا اینجا چون که به عنوان جایگاه اول این کلمه اومده، جای فعل و فاعل رو بایستی با هم دیگه عوض کنم و بگم wurde ich lieber، یعنی تمایلم بیشتر اینو دوست دارم که ihm به او، به اوی مذکر که برای ماسکولین میاد این ضمیر، ein Buch، یک کتاب، schenken، هدیه بدم. این مثالی که نوشتیم یه بار دیگه، anstatt eine Blume wurde، املاتش هم رعایت کنیم، wurde ich lieber ihm ein Buch schenken، به جای یک گل بیشتر تمایلم اینه، بیشتر اینو دوست دارم که به او یک کتاب هدیه بدم. اینم دقت کنید که فعل شنکن هم میتونه قسمت داتیوی داشته باشه، به چه کسی هدیه دادن، هم آکوزاتیوی، چه چیزی را هدیه دادن، و اینم به عنوان یک حرف اضافه اینجا که به جای گل تمایلش بیشتر که کتاب به اون هدیه بده. در اینجا من آنشتات رو به عنوان یک در واقع حرف اضافه اینجا استفاده کردم. حالا ببینید در ادامه من موضوعات بیشتری هم برای آنشتات به شما میگم. این قسمت رو پاک میکنم. اینجا شما بیشتر آنشتات رو به عنوان یک پرپوزیسیون میت گنتیو دیدید. خب من از ترکیب انشتات با کلمه داس رو ما به عنوان یک حرف ربط میشناسیم که معنی که رو میده، دوتا جمله رو به همدیگه در واقع متصل میکنه و میتونیم انشتات داس رو به عنوان یک حرف ربط دوگانه اینجا انتخاب بکنیم به جای اینکه میدونید که بعد از جمله داس هم جمله نیبن زتس میشه. نیبن زتس یعنی چی؟ یعنی در واقع بعد از این حرف ربط که جمله بعدی رو میگیم، فعل اون جمله بعدی به همون شکلی که صرف شده میره ته جمله. یعنی من به عنوان مثال میتونم همچین جمله ای رو مثال بزنم که دو کنتست، یعنی تو میتونی. ببین به جای اینکه بگم دو کانست توانایی شخص رو نشون بدم، اینجا میگم دو کنتست یعنی تو میتونی و یه حالت فوشلگ مخن پیشنهاد کردنه. دو کنتست تو میتونی dich mehr ausruhen. این جمله رو دقت کنید، دو کنتست dich mehr ausruhen یعنی در واقع تو میتونی بیشتر استراحت کنی. اینجا این دیک رو هم که میبینی در واقع فعلی که ازش استفاده کردیم فعل sich ausruhen هست. استراحت کردن که با انعکاسی zich میاد، انعکاسی که حالا رفلکسیو پرونومنی که در حالت آکوزاتیو میاد. Du konntest dich mehr ausruhen یعنی تو میتونی بیشتر استراحت کنی. حالا من جمله رو نمیبندم، این نقطه رو تبدیل به کما میکنم، ادامه میدم. چون کما گذاشتم دیگه با حرف کوچیک باید بنویسم. anstatt das، به جای اینکه. حالا اینجا شروع میکنم در واقع جمله بعدی رو به حالت نبنزت میگم. تو میتونی، حالت پیشنهادیه، تو میتونی بیشتر استراحت کنی به جای اینکه مثلا انقدر کار کنی، انقدر زیاد کار کنی. ببین ما میدونیم فعل arbeiten anstatt das. من دو رو اینجا داخل پرانتز می‌نویسم که میتونه حذف بشه. چرا؟ چون تو جمله اول من دو رو داشتم، ولی اینجا می‌نویسم که اینجا تو ذهنتون باشه که جمله دوم داره برای دو صرف میشه. anstatt das du، به جای اینکه تو mehr بیشتر کار کنی، برای دو که صرف بشه arbeitest. در واقع جمله من بوده که du arbeitest mehr، تو کار میکنی بیشتر، ولی الان دو رو به خاطر اینکه تو جمله اولم دو بود من حذف کردم و به خاطر anstatt das فعل رفته جمله، چون که نبنزت میکنه. anstatt das mehr arbeitest. کل جمله رو براتون میخونم. du könntest، املاتم دقت کنید که میفته. du نباید بگیم könntest
Du könntest dich mehr ausruhen, anstatt dass mehr arbeitest. تو میتونی که بیشتر استراحت کنی به جای اینکه بیشتر کار کنی. این هم یه مثال دیگه برای حرف ربط، یعنی جایگاه حرف ربطی داره. خب این قسمت رو هم پاک میکنم که این مورد دیگه ای هم از انشتات به شما آموزش بدم. خب اینجا دقت کنید که برای انشتات این بار میخوام انشتات سو رو به شما آموزش بدم که با حرف تو میاد. ببینید تو این قسمت انشتات سو که من میخوام برای شما آموزش بدم، تو رو اینجا به عنوان حرف اضافه نمیخوام آموزش بدم. تو به عنوان این که فعل دومی در جمله وجود داره که بایستی با تو بیاد. من اینو براتون توضیح میدم که این توه برای فعل دومه، یعنی در این قسمت بایستی اینفینیتیو قرار بگیره، مصدر قرار بگیره، فعل دوم در حالت مصدر. خب یه مثالی میزنم، مثلا میگم که به عنوان مثال مثلا فعل دوم هم داشته باشه. به عنوان مثال بازم حالت پیشنهادی رو من خدمتتون عرض میکنم که دو این بار میتونه توصیه‌ای باشه، یه خورده متفاوت باشه با مثال قبل. دو زولتست. زولتن یه حالت پیشنهادی میده، حالت توصیه، یعنی ratschlag geben، حالت توصیه دادنه که تو بهتره. Du solltest dich kümmern به معنی اهمیت دادن. این دیش هم بازم به این خاطره که این فعلی که اینجا استفاده کردم اینم با انعکاسی sich kümmern، یعنی به خود اهمیت دادن یا حالا به چیزی اهمیت دادن، ارزش گذاشتن. Du solltest dich kümmern یعنی تو بایستی که به خودت اهمیت بدی. حالا میتونه این معنی هم بده که حواست بیشتر به خودت باشه، حواست بیشتر به کارهای خودت باشه، به زندگی خودت باشه، اهمیت به خودت بدی. حالا برای اینکه مشخص بشه میتونستیم با یه هم اینجا مشخص کنیم که به چه چیزی اهمیت بدی. به عنوان مثال من اینو تکمیل ترش میکنم این قسمت براتون، چون که sich kümmern میتونه با یک حرف اضافه بیاد. اینجا تکمیلش میکنم، میتونه به اضافه یه حرف که اومش هم آکوزاتیو میکنه. پس میتونم بگم du solltest dich به عنوان مثال میتونیم بگیم deine Arbeit kümmern هم حالا این پایین می‌نویسم kümmern. Du solltest dich deine Arbeit kümmern. تو بایستی بیشتر به کارت اهمیت بدی. یا میتونه چیز دیگه باشه dein Leben kümmern. تو بایستی بیشتر به زندگیت اهمیت بدی. حالا اینجا من میخوام از این استفاده کنم، پس اینو نمیبندم، یه کما میذارم، میگم anstatt zu، به جای اینکه، و اینجا من فقط حق دارم که چی استفاده کنم؟ فقط یک فعل در حالت اینفینیتیو استفاده بشه. مثلا به جای اینکه میتونیم از این فعل استفاده کنیم پتن، این لغت پتن که به حالت مصدریه، به معنی یه جورایی چغلی کردن، سرک کشیدن تو کار بقیه، این معنی میده پتن. anstatt zu petzen، به جای اینکه حالا سرک بکشی تو کار بقیه، چغلی بکنی، بیشتر در واقع به زندگی و کار خودت. حتی میتونیم با هم بگیم du solltest dich deinen Beruf, deine Arbeit, dein Leben kümmern anstatt zu petzen. به جای اینکه در واقع چغلی کنی، سرک بکشی، کار بقیه پتن بکنی، میتونی به کار و شغل و زندگی خودت اهمیت بدی. این حالا حالتایی که من برای انشتات خواستم براتون توضیح بدم که انشتات هم به عنوان یک حرف اضافه گنتیو، هم به عنوان یک ترکیبی که با دست میاد و حرف ربط نبنزت میشه انشتات دست،
و هم با آنشتاتسو که با یک فعلی که در حالت اینفینیتیو میاد و این معنی میده که به جای این کاره. امیدوارم که مفید بوده باشه و تونسته باشید از این ویدیو استفاده کنید.